از تجهیزات دریایی سپاه میشه یکی از شگفت‌انگیزترین و پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها شناور ذوالفقاره که به نوعی میشه گفت ترکیبی از یه قایق تندروی سطحی و یه زیردریایی کوچیکه. بله درست شنیدید. تازه‌ترین جزئیات منتشر شده نشون میده این قایق توانایی داره در لحظه از حالت سطحی به زیر آب تغییر وضعیت بده و در هر دو محیط حملات بی‌رحمانه‌ای رو به ناوها و کشتی‌های دشمن وارد کنه. اولین بار این قایق در سال 1394 توسط نیروی دریایی سپاه به خدمت گرفته شد و از همون موقع یه تهدید جدی برای کشتی‌ها و ناوهای دشمن به حساب میومد. اما نکته جالبش اینجاست که فقط ظاهرش شبیه یه قایق معمولیه. وقتی می‌بینی فکر می‌کنی فقط یه قایق تندروه، ولی وقتی زیر آب میره دیگه هیچ چیزی ازش باقی نمیمونه. طول قایق 17 متره که برای یه شناور تندرو اندازه خیلی مناسبیه. عرضش هم حدود 3.2 متره و ارتفاعش 3.5 متره. شاید بگید این اندازه ها خیلی زیاد نیست، اما باید بگم که به لطف همین اندازه ها میتونه به سرعت روی آب حرکت کنه و در عین حال خیلی کم صدا باشه. حتی زمانی که روی سطح حرکت میکنه رادار دشمن نمیتونه به راحتی پیداش کنه. این یعنی یه شاهکار در طراحی. تمام بدنش از جنس خاصی ساخته شده که سطح مقطع راداری خیلی پایینی داره و به همین دلیل به راحتی از دید رادارها فرار میکنه. اما مهمترین ویژگی قابلیت تبدیل به زیردریایی که تا امروز کسی چیزی در موردش نمیدونست. این قایق میتونه در عرض چند ثانیه از سطح به زیر آب بره. به مثل اینکه احساس کنه تهدیدی از طرف دشمن ایجاد شده، با سرعت فوق‌العاده‌ای زیر آب میره و به راحتی از دید دشمن خارج میشه. در واقع این قایق هیچ وقت نمیذاره دشمن بفهمه کجا رفته. حتی به عمق 20 متر زیر آب هم میتونه بره. این یعنی در آب‌های کم عمق مثل خلیج فارس از هیچ خطری نمیترسه. سیستم محرکه این قایق خیلی پیشرفته است. وقتی رو سطح آب حرکت میکنه سرعتش حدود 74 کیلومتر در ساعته که برای یک قایق در این اندازه سرعت بالاییه. البته این سرعت فقط در حالت سطحی به دست میاد. وقتی به زیر آب میره سرعتش رو میاره پایین و بیشتر برای عملیات‌های مخفیانه و حملات غافلگیرانه ازش استفاده میشه. سیستم محرک شامل دو موتور دیزلی قدرتمند برای حرکت روی سطح و دو موتور الکتریکی برای حرکت زیر آب میشه. موتورهای الکتریکی کمک میکنن که صدا کم بشه و به هیچ وجه رد قایق روی رادارهای دشمن نیفته. حالا قسمت جذابش اینه که این قایق فقط یه قایق تندرو نیست، بلکه به طور خاص برای عملیات‌های ضد کشتی طراحی شده. در بدنش محفظه‌هایی برای حمل اژدرهای سبک و پیشرفته وجود داره که میتونه از سطح و زیر آب شلیک کنه. این اژدرها میتونن کشتی‌های بزرگ دشمن رو هدف قرار بدن. همچنین در مواقع خاص میتونه راکت انداز هم بهش اضافه بشه. این تجهیزات باعث میشه که ذوالفقار تبدیل به یه سلاح مؤثر در جنگ‌های دریایی بشه. حتی در مواقعی که دشمن به طور غیرمنتظره به قایق حمله کنه، این قایق مجهز به توپ‌های ضد هوایی که میتونه از خودش دفاع کنه و مانع حملات هوایی بشه. این ویژگی‌ها بهش قابلیت‌های بسیار ویژه‌ای برای انجام عملیات‌های جنگی میده. این قایق دوزیست بیشتر برای جنگ‌های نامتقارن طراحی شده. یعنی به جای اینکه به صورت کلاسیک با دشمن بجنگه، به طور غیر مستقیم و با سرعت بالا وارد عمل میشه. به عنوان مثال، میتونه نیروهای ویژه رو به خطوط دشمن برسونه و به راحتی از چشمان دشمن پنهان بشه. همین ویژگی‌ها باعث میشه که در نبردهای دریایی به یه تهدید جدی تبدیل بشه. بدون شک قابلیت‌های این قایق نشون دهنده توانمندی ایران در دفاع از مرزهای دریاییشه. با قابلیت‌های مخفیانه و حملات غافلگیرانه‌ای که داره، هر دشمنی که بخواد به ایران نزدیک بشه، باید حسابی مواظب این شناور باشه. خلاصه قایق‌های ذوالفقار نه فقط یه تهدید فیزیکی، بلکه یه تهدید روانی برای دشمن هم هستن. وقتی کسی نمیدونه کی و از کجا قراره ضربه بخوره، هم از نظر نظامی و هم از نظر روانی تحت فشار میمونه. این یعنی تهدید بزرگتری برای ناوگان‌های دشمن، خصوصا آمریکا که هر لحظه باید منتظر یه حمله غافلگیرانه از سمت این قایق‌ها باشن.